سلام تماشابینان عزیز. برنامه بهتر از دوست تلویزیون بهارستان هر هفته یک حکایه، یک داستان، قصه، رمان یا پوستی یگان ادیب شناخته معروف عالم یا ادبیات تاجیک را به تماشابینان پیشنهاد میکند و همراه خوانندگان این آن مکتب‌های جمهوری مورد بررسی و محاکمه قرار می‌دهد. این دفعه مهمان ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 48 شهری دوشنبه. همچنین در برنامه ما مهرالدین صبوری مدیر شعبه نقد اتفاق نویسندگان تاجیکستان حضور دارند. امروز ما یک چند شعر استاد بازار صابر را به افتخار 80 سالگیشان میخوانیم، تحلیل میکنیم. بعضی سر و اسراری که شاعر در مصرع‌های بسیار عالی جناب خود پنهان کردند کوشش میکنیم که کشاییم. به یک دیگر سوال میدهیم، شاعر معروف تاجیک را یاد میکنیم. همچنین استاد بازار صابر برای بچه ها هم شعر نوشتند که و این شعرها را ما قرائت میکنیم. البته وقتی که محفل شعر است با شعر آغاز میکنیم. ما از شما خواهش میکنیم که از شما یک شعر استاد بازار صابر را قرائت بکند. کی؟ مرحمت. شعر از استاد بازار صابر زبانی وطن. هرچی او از مول دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد، سنت والای و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمن به سنتش دیوان مولانا گرفت، دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد، دشمن به خانه اش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرز رستم و سهراب را، بربران ناتوان را توانا کرد او، نام خود را همچو گور رودکی از یاد برد، قاتلان خویش را مشهور دنیا کرد او. قامت کوتاه منقد از منار کله اهل خراسان شد بلند، پستی صحرای قیپچاق از بلندی بدخشان شد بلند. خلق تاجیک خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران. از وطن تا برکفن هر بود و نابوده که بود، برکفن طلب و وطن طلبنده ها بخشید و داد. دشمنی درویش خود را شاه و دارا کرد و خود درویش ماند، در میان تنگ چشمانه که در چشمانشان سالهای تنگی را میدید او. گه در آتش گه در آب، تهبته با سوختنهای منار سغدیانش سوخت، با خراب آباد دیوار در افراسیابش شد خراب. لیک لفظ مادریش همچون نام مادرش در زبان و در دهانش ماند. هر سخن با شیر مادر سخت شد در استخوانش ماند. خود به خود در گوشه خاکی دیار از جدایی از غریبی او گریست و گریه ها بر آبشاران یاد داد، لفظی کوهستانی بر باد و باران یاد داد. رودها را رودکیدان کرد او، بادها را انوری خان کرد او، روزی ناآبادیش تاجیک زبان آباد کرد، در زبانش دولتی بی دولتی بنیاد کرد. دولتی از حرفی وزنین، دولتی از شعری رنگین، از چنین شعری که هر یک مصرعش جویه از خون سربازان اوست، رفزنی نوره از آتش های زردشتان اوست.
گوییا چون صید مجروح جراحت‌های خود را گشته و برگشته لیسید. با زبان خود دوا کرد. در سرایش تاجیک از بختی نگون گرچه با گبر و مسلمان همسرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود. از سری 100 منبر افتادن ناظرهای او تا نافتند از زبان خویشتن. در سری 100 دار جا دادن شاعرهای او تا نافتد بر زمین قدری سخن. در حد و سرحد شناسی ای جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. تا زبان دارد وطن دارد او، تا زبان دار است بسیار است او. بسیار خوشرو روان چنان که باید شاید شعر را قریب همه خلق قرائت کردید. این شعر بار اول سال 1975 در نشریه ها چاپ شد و اون وقت ما مثل شما مکتب خوان بودیم و فقط آموزگاران نه، حتی ما مکتب بچه ها هم از خواندن این شعر به وجد آمده بودیم. در اون زمان گفتن این شعر آسان باشد هم چاپ کردنش بس دشوار بود. از اون زمان تا امروز تقریبا 40 سال سپری گشته است. دیگر نمیتوانیم که خلق تاجیک را خلق ارمان آب در چشم چون یتیمان گوییم. برعکس امشب روزها خلق تاجیک صاحب با آب دیده اش یک زمان آب انبارها را پر میکرد. امروز خلق تاجیک آب انبارها را از بستن دریاها بنیاد کرده است و تاجیکستان را دیگر تاریک و خیره و تیره دیده نمیشه. تاجیکستان دیگر چراغان است. همه که چند روز پیش از این ما شاهد بودیم که با آب خلق ما چه بنیادکاری های کرد و دیگر در چشمش اشک نیست و در لبش اکنون تبسم است. شاعر میگوید که در حد و سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک زبان تاجیک است. این چی معنا دارد؟ مرحمت. استاد بازار صابر گفتن میخواست که در کجایی که یک تاجیک است سرحدی تاجیکستان نیست آنقدر وسیع میشود. یعنی تمام جهان را اگر در تمام جهان تاجیک باشد سرحد تاجیکستان هم همه جهان می باشد. وقتی مسئله حمایه هویت ملی است، شاعر میخواهد فرهنگ خودش ملت خودش حمایه کند و با این با واسطه زبان است. این بچه خیلی نزدیک آمدن که وای وطن، البته در این زیر این مفهوم وطن هم هست، ولی شما ببینید وقتی حد اندازه میگیم و سرحد میگیم، سرحد مرز یک ملت است، مرز یک دولت است و حد شناسی و سرحد شناسی ملت تاجیک که طول 1000 ساله ها در زیر تخت و تاج فرض کردیم دیگر ابرقدرت ها بود، همین زبان بود که ما را نگاه داشت و شاعر نیز امروز با همین معنی میگوید که در حد سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک همین زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دارد بسیار است او. یعنی در هر کجایی که تاجیک است زبان تاجیک موجود است و جب وطن است تاجیکستان نفوذ دارد. یعنی ما با واسطه زبان خودمان تا امروز زنده ماندیم. از همین سبب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفتند که زبان ملت هویت ملت می باشد. یعنی در زبان که نباشد ملت هم وجود داشته نمیتواند. آفرین. و زبان هر قدر زیباتر شود دولت و وطن اینقدر زیباتر می شود. زبان را چقدر پاکتر نگاه داریم، مثل اون که گلزار را از علفهای بیگانه سره کرده باشند خوشرو می نماید به نظر، اینقدر دولت ما هم زیباتر می شود. و اگر یگان نفر خارجی زبان ما را خوب آموزد و بعد آمده با ما هم صحبت شود و ببیند که ما با زبان رودکی و انوری و فردوسی و
عینی و ترسونزاده چخیل روان شیوا گام میزنیم اونقدر خرسند می شود، قایل می شود، مفتون می شود. ما باید زبانمون رو زیباتر و تازه تر نگاه داریم تا دیگرها ببینن که ما واقعا زبانمون رو دوست می داریم. وابسته به من موضوع عمومی همین شعر زبان وطن یک چیز برای بچه ها ابراز داریم که در آن سالهایی که یک نوع بدخواهان ملت ما برای این کار کردن زبان ما برخواسته بودند، مقاله های تند و تیز می نوشتند و می خواستند نام تاجیک را این کار کنند که یعنی این خیلی قوم، این خیلی زبان وجود ندارد. از استاد عینی شروع، از استاد عینی دانشمندای ما برای حمایت زبان برخواستند و این سالهای 60-70 هم همین جریان ها موجود بود. در جریده ها، در روزنامه ها، در گازیته های دیواری پیوسته مقاله ها چاپ می شدند، بحث ها تیز و تند ادامه داشتند و انا این شعرهایی که علاقه شاعران ما یک نوع برای حمایت منفعت های ملی خود برخواسته بودند. یکی از همین ها استاد بازار صابر با همین شعرشان بودند. در برابر این شعرهای مثال عبید رجب، شعر مثال زیبا و جذاب بود که افاده مثال بلندی هویت ملی داشت. این شاعر خطاب میکرد که هر دم عدوی من، عدو دشمن است، شما میدانید عدو دشمن است، هر دم عدوی من گوید برای من که این شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود، باور نمی کنم، باور نمی کنم. و در این سالها همین شعر در حدود همزبانای ما، زبان فرض کردیم در ادبیات همزبانای ما ایران و افغانستان معروف و مشهور شده بود. حتی این شعر در کتابی زبان درسی، زبان و ادبیات درسی بچه های مکتبی ایران داخل شده بود. بچه های مکتبی ایران و افغانستان این شعر رو از یاد میکردن و در برابر این شعری مثال شعرهای دیگر شاعران ما، شعر استاد لایق شیرعلی، شعرهای من استاد گلرخسار چاپ میشدن و این شعر استاد بازار صابر نیز یکی از همون شعرهایی است که هویت بلند ملی دارد. و باز همون تکرار هم شود بار دیگر در همین جنبست شعر بگویم که یعنی شاعر با خطاب این که تا زمانی که ما زبان داریم ما وطن داریم، با همین معنی شعر رو جنبست میکنن. تشکر مهردین. من نمیدونم تا کجا راست است یا به سبب بسیار معروف بودن شعر استاد عبید رجب یک قصه میکنه که همین شعر رو 1 میلیون نسخه در ورق چاپ کردن، 1 میلیون نسخه. بعد در بالای شهر تهران از طریق چرخبال به همون شهر پرت افتن که مردم که همین ورقه ها رو گرفته خوانده همین شعر رو از یاد کنن و ببینن که یک شاعر تاجیک اینقدر چه زبان تاجیکی، زبان فارسی، زبان دری رو دوست می‌دارد و حمایت کرده است. برای چی؟ برای چی؟ اینقدر شاعران ما وابسته به زبان مادری خود شعر زیاد نوشته‌اند. چرا ما هنوز به انشای به ایجاد همین خیل شعرها نیاز داریم. مثلا استاد گلنظر گفتن که دلم بر رودکی سوزد، به حال زندگی سوزد. اگر یک لحظه خاری زبان بینم. چرا شاعران ما اینقدر به زبان مادری رو می‌آورند؟ زبان یک رکنی دولت است و همچون یک پایه است و دشمنان نیز برای ضعیف کردن دولت و همین رکها یعنی به پایه های دولت هجوم می‌آورند و در همان زمانها و متاسفانه در این زمانهای خودمان هستند آدمانی که دشمنی نمیکنند و بلکه با زبان تاجیکی ما سخنهای قبیح میگویند و سطح زبانداری ما رو پست میکنند و آنها باید دانند که تا وقتی که زبان تاجیکی هست دولت تاجیکستان هم پابنیاد است. واقعا وقتی که زبان
دولت ضعیف می شود، بسیار به قول غجد می شود، کلمه های بیگانه بسیار راه می یابند و وقتی که همان دولت مردم همان کشور با همین زبان دیگر زیبای روان خوشرو گفتگو کردن نوشته نمی توانند، زبان علمشان زبان بیگانه ها می شود، اون وقت دشمنانش غالب می آیند. بسیار دولت هایی بودند که زبانشان را از دست دادند. حاضر هم بعضی دولت ها هستند که زبانشان چندان استوار نیست، حتی مردمشان شرم دارند که با همه زبانشان گفتگو کنند. از این سبب دشمنان همیشه میخواهند که با پایه های زبان همین رکن دولت ضربه بزنند. وقتی که یک پایه دولت افتید، خودی دولت به یک طرف خم می شود. این را هنوز 100 سال پیش استاد انی درک کرده بودند و همین معنی را استاد بازار صابر در یک شعر خودشون عینی بسیار خوشرو تصویر کردند. این شعر را مردم زیاد از یاد میدانند. من گمان میکنم که یگان آموزگاری فن زبان و ادبیات تاجیک نیست که اقلا از همین شعر 4 مصرع از یاد نداند، بخصوص مصرع‌های اولش. شما از یاد میدانید یگان کس؟ عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما رو دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود. تا به عینی گرچه دریای سخن شاداب بود، تا به او در زندگی پیراهی نایاب بود، مثل آن روزی که آن را می توان در یاد داشت، در لبی بخش و زرفشان مردمی بی آب بود. واقعا وقتی به ساحل دریای زرفشان می رسید و می بینید که دریا خیلی چقور رفته است، یک دریای کلان، لیکن به باغ و میدان اطراف آب نمی دهد. در همین مصرع‌ها به همین معنی شاعر اشاره کرده است. کی گفته میتواند این چی معنا دارد؟ خلق ما را دفتری عینی شهادتنامه شد. شهادتنامه پاسپورت. چنانچه به هنگام معلوم است خدمت‌های استاد صدرالدین عینی برای پایبرجا ماندن خلق تاجیک همچون خلقیت و ملت خیلی بشمارند. همه اثرهای استاد عینی تجسمگری تاریخ، ادبیات، فرهنگ و مدنیت خلق تاجیک میباشد. اما اثری که همچون یک شهادتنامه برای خلق تاجیک مقام و اعتبار خاص دارد، این نمونه ادبیات تاجیک میباشد. این اثر سال 1926 به اتمام رسیده یکی از کلانترین اثرهای علمی استاد عینی به شمار میرود. نمونه ادبیات تاجیک از 3 قسم عبارت بوده: از استاد رودکی عصر 10 آغاز گردیده تا استاد پیرو سلیمانی عصر 20 را در بر میگیرد. نمونه ادبیات تاجیک اثری خودشناسی و خودآگاهی ملی میباشد. استاد عینی برخلاف عقیده‌های پن ترکستان که موضوعیت خلق تاجیک را انکار میکردند، دارای ادبیات بای و تاریخ بای و فرهنگ جهانی بودن این قوم کهن بنیاد را با این اثر ثابت نموده‌اند. بنابراین استاد بازار صابر دفتر و نوشتجات‌های استاد صدرالدین عینی را شهادتنامه خلق تاجیک نامیده است. این رفیق شما طالب جان این مسئله را خیلی شرفتر فرا گرفته است و درست هم میگوید که وقتی ما شهادتنامه میگیم، یعنی پاسپورت شهادتنامه میگیم، باید همین توجه کنیم که برای چی ما از شاعر شهادتنامه گفته است. واقعا همون نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی شهادتنامه ملت ما بود. برای چی که در همون زمان انکار کردن زبان تاجیک گفتیم پیشتر و ملت تاجیک موجود بود و یکی سبب چاپ نشدن نمونه ادبیات تاجیک یک مدت بعد گیردارها اطراف وی زیاد شد. سببش در این است که در نمونه ادبیات تاجیک فقط شاعران حوزه های ادبی تاجیک نشین موجود بودند. از استاد رودکی سر کرده مثلا اون شاعرایی که در شیراز و در دیگر حدودهای فرض کردیم قسمت‌های ایران و افغانستان
خود افغانستان هم البته سرزمین های تاجیکستان است، تاجیک است. در اون قسمت ها بودن اون شاعرها وارد نشدن در نمونه ادبیات تاجیک. برای همین یک نوع ضدیت نسبت و نافهمی نسبت چاپی نمونه ادبیات تاجیک بود، ولی بعد ما برای همزبانان ما فهمانده تونستیم که نمونه ادبیات تاجیک محض به خاطر حمایه ملت تاجیک است و این معنی اون رو ندارد که وقتی ما از سعدی نام نمیبریم سعدی برای ما شاعر نیست. البته سعدی هم یک از سرآمدان ادبیات فارس و تاجیک است، ولی نمونه ادبیات تاجیک نشان این است، شهادت نامه بودنش به همین خاطر است که و فقط شاعران حوزه های ادبی تاجیکستان تاجیک نشین قسمت های تاجیک نشین حدود جمهوری تاجیکستان که همون سالها تأسیس داده شد جمهوری افتنامه عموما از همون قبیله های تاجیک نشینه که در طول تاریخ فرض کردیم در ماورانهر خراسان و دیگر جا زندگی میکردن، از حوزه های ادبی بخارا شروع کرده. یعنی همه شاعرانی که و یا بی‌واسطه به ملت تاجیک ارتباط داشتن، از سرزمین تاجیک تولد شده بودن، در نمونه ادبیات تاجیک وارد گردیدن. به همین خاطر ما حق داریم که دفتر استاد عینی را همین نمونه ادبیات تاجیک شهادت نامه ملت تاجیک بگوییم. دیگر مسئله که ما باید در سر مسئله همین شعر استاد بزرگ توجه میکنیم، قدر شخصیت عینی را، سیمای عینی را برای ما ifade میکنند. شما ببینید واقعا استاد عینی کسی بود که ما رو به ملت خودمان شناسانید، ملت ما رو در برابر این به جهانیان معرفی کرد و تمام فرض کردیم اتحاد شوروی شناسانید، با اروپا شناسانید، با ایران و افغانستان دیگر جاها شناسانید. شما ببینید ما برای چی استاد عینی را سردفتر ادبیات تاجیک میگیم؟ فقط به خاطر اینکه فرض کردیم او یک چند کتاب نثری بدهی نویس برای همین؟ نه، او اولین کسی بود که در سر شعر تاجیکی هم همین استاد عینی می ایستاد. وقتی شما حال با مسئله شعر نو اگر روبرو شوید، در اونجا همین بحث های دامنه‌دار هست که شعر نو از ایران پیدا شد فلان و اینترنت گپ ها، ولی نمونه شعر نو رو اولین بار استاد عینی گفت در هوای شعر مرسیدس، مرش حریت که شما میدانید ای ستم دیدگان اسیران وقتی آزادی ما رسید. بعد 5 سال استاد عینی بعد نیما یوشید شعر افسانه را گفت که علاکه این مسئله را محققای ما مطرح کردن، مقاله های خوب هم در این موضوع نوشتن و با این خاطر بعد اون استاد پیرو سلیمانی جانبدار این نوگرایی در شعر ما بودن و دیگرها. با این خاطر ما حق داریم و با این معنی ما استاد عینی را سردفتر ادبیات تاجیک میگوییم. یعنی وای هم در نثر و هم در شعر واقعا سرآمد ادبیات ماست، ادبیات معاصر ماست. استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک را به دشمنان و وطن فروشان تاجیکستان نشان می‌دهد و میگوید که شما میگویید که زبان تاجیکی و ملت تاجیک وجود ندارد، انا همین شهادتنامه ملت و زبان تاجیکستان است. کدام کتاب را نشان دادن؟ نمونه ادبیات تاجیک را. خوب، همین شعر مصر عالم معنی دارد. دوامش را میخوانیم. این حقیقت میکند چشم مرا هر بارتر، کس نبود در 5 رود از رودکی گمنامتر. در بخارا با خبر بود مردم از دنیا، اگر از علی بود با خبر از بو علی بود بیخبر. تاجیکان را در زمین چون دانه ها دریافت او، چون کتابی کنه از ویرانه ها دریافت او. تاجیکستان گرنه هر یک تاجیک آثاری اوست، خاطری بیداری ملت خاطری بیداری اوست. شما ببینید بچه‌های عزیز، وقتی شاعر استاد بزرگ صابر میگوید که در 5 رود کسی از رودکی گمنامتر نبود، خب و
چی رو در نظر داشت به اندیشه شما؟ чунки дар он вақт онҳо рӯдакиро медонистанд аммо намехонданд ва дар он вақтҳо рӯдакихон набуд, яъне шеърҳои абу абдуллоҳи рӯдакӣ ба мо хело кам расида буданд ва дар ҳамон вақтҳо яъне рӯдакихон набуд ва барои ҳамин яъне устод Бозор Собирӣ дар ин ҷо қайд мекунад ки дар Панҷруд яъне рӯдакиро аз рӯдакӣ дида гумномтар касе набуд. در شعر خود استاد بزرگ صابر قید کرده است که در پنجرود از استاد رودکی کسی گمنامتر نبود ولی این چنین معنی دارد که آدمان میدانستند استاد رودکی را ولی به شعر کم اهمیت میدادند و استاد عینی هم استاد رودکی و دیگر شاعرانی که دیگران به آنها کم توجه میدادند همه‌شان را درباره‌شان معلومات جمع کرده یک کتاب کرده به خلق تاجیک شناساند و فهماند که ملت تاجیک از اول بود و تا آخر میماند. من در این بابت ilova карданиам ки устод Бозор Собир гуфтанӣ аст ки агар мо рӯдакихон мебудем рӯдакиро мо кур намекардем. ин ҳам як фикр аст, дуруст аст. офарин бачаҳои азиз, акун бинед вақте шумо шеърро шумо хеле ба мавзӯъ наздик омадед. офарин, гапҳои бисёр хуб гуфтед. шумо бибинед вақте мо дар оғози шеър мехонем то ба айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд, то ба ӯ дар зиндагӣ пайроҳаи ноёб буд. то ба айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд, ин маънӣ ҳамина дорад ки то ба айнӣ ҳам сухан дар адабиёти мо мавҷуд буд, шоирони моро мешинохтанд, мехонданд ва агар рӯдакиро намешинохтам, агар рӯдакиро мо намешинохтем, аҷдоди мо намешинохт, то ба имрӯз шеъри ӯ то мо намерасид, чунки девонҳош аз байн рафта буданд ва ҳамин ба воситаи забон аз лафз ба лафз гузашт, ҳифз шуд, дар таскираҳо ҷо гирифт. вале шумо бубинед масъалае ки инҷо Бозор матраҳ мекунад як масъалаи мисол дақиқи таърихӣ аст. рӯдакӣ, зодгоҳи рӯдакӣ маълум набуд, марқади рӯдакӣ маълум набуд. Бозор Собир маҳз ба ҳамин кори устод Айнӣ ишорат мекунад ки устод Айнӣ аз манбаъҳои мӯътамади таърихӣ пайдо кард ки рӯдакӣ аз Панҷруд аст ва дар чанд километрии Самарқанду Бухоро мавзеъе ҳаст бо номи Рӯдак ки рӯдакӣ дар он ҷо хок шудааст. ва барои собит кардани ҳамин андеша мутахассисои одамшиносӣ қиёфашинос онҳо даъват шуданд. устод Айнӣ ҳамроҳи онҳо рафта мавзеъе ки рӯдакиро аз рӯи манбаъҳои таърихӣ муайян карда буд нишон дод ва қабри ӯро кофтанд ва ҳамин ҳайкале ки имрӯз устод Рӯдакиро мо мебинем ё ҳамин суратеро ки устод Рӯдакиро мо дар он тасаввур мекунем маҳз аз рӯи устухони сари косахонаи сар ва умуман ҷисми худи устод Рӯдакӣ сохта шудааст. устод Бозор Собир маҳз ба ҳамин нукта ишорат мекунад ки гарчи табъи Рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ Рӯдакӣ эҷод кард. яъне устод Айнӣ Рӯдакиро барои мо шиносонд, чеҳраашро шиносонд, дар куҷо буданашро шиносонд ва ба монанди ҳамин поёнтари шеър ба масъалаи Сино меояд. мегӯяд ки дар қисмати Бухоро аз Алӣ хабар доштанд вале аз Абу Алӣ хабар надоштанд. намедонистанд ки Сино тоҷик аст ва аз зани тоҷик аз Ситорабону ба дунё омадааст. шумо бачаҳои азиз агар хотираҳои устод Сотим Улуғзодаро хонда бошед, дар сафар бо Бухоро ҳамроҳи устод Айнӣ ҳамун масъалаҳое ки устод Айнӣ барои муайян кардани зодгоҳи Сино матраҳ мекунад, кӯча ба кӯча мегардад, ҳатто аз одамони маҳаллӣ мепурсад рафта устод Айнӣ ки хай Сино кӣ буд? онҳо ҷавоб медиҳанд ки ҳамин як нафар аз ҳамин деҳаи мо будааст. бо ҳамин далелҳо
در سمرقند تولد شدن، در بخارا تولد شدن سینا را اثبات میکند و در سفرنامه استاد ساتی ملغزاده این بسیار جالب و خوب مطرح شده است. ببین و در اینجا استاد بازار صابر میگوید که در بخارا از علی را میشناختن ولی ابو علی را نمیشناختن. واقعا ابو علی میدونستند که ابو علی یکی از متفکران بزرگ شرق است و در بخش طب و نجوم شناسی و دیگر و شاعر خوبم هست، ولی از کجا هست گپ در سر همین است. ولی اون در کجا تولد شده است، امروز زادگاه آن در کدام منطقه بخارا است، انا این مسئله رو اشاره میکند بازار صابر که انا مثال با اثری فرض کردیم تخت و تازی و عرب ها بسیار و ایرانی هایی که از بین رفت و استاد بازار صابر محض به همین اشارت میکند که شما بینید شعر در برابر این یک زیبایی دارد، بازی سخن که و میتواند و زیبا کند. اگر شما در سمرقند علی را میشناختند، ما اشاره به چی میکند؟ به آن میکند که یکی از مثال در وی اسلامی شریعت 4 یار پیغمبر آخرین و خلیفه وی اسلامی ما همون علی است، ولی این رو با اختلاف های مذهبی میبرند. انا بازار صابر میتوانست فرض کردیم یگان نماینده دیگری اسلام بگد، میتوانست بگد که مثال این یگان نماینده یگان تاریخ بگد، میتوانست بگد که امیر تیمور را میشناختند یگان نفر دیگر، ولی به خاطر زیبایی سخن علی را با ابو علی بازی داراندن همین سخن گفته است. بسیار خوب. یعنی همین شعری بسیار شعرهای استاد بازار صابر شعرهای هوایی نیستند، هر یک عباره هر یک بیت مصرع بغیر از زیبا بودن، بغیر از اون که در خاطر میموند، زود از یاد میشود، بغیر از اون که ما رو روح بلند میکند، باز شعر تاریخی هم هست. اکنون ما فهمیدیم که تاجیکان را از زمین چون دانه ها دریافت. این چه معنا دارد؟ تاجیکان را از زمین چون دانه ها دریافت او، یعنی معنی این مصرع اون است که استاد صدرالدین عینی از همه شاعران تاجیک را معین کرد که زادگاه آنها کجاست و همه آنها را اثبات کرد که اینها از اولاد تاجیکند، اینها زادگاهشان در قبیله ها یعنی قوم های تاجیکستان اون بسر برده اند. استاد عینی بغیر از شاعران باز دیگر هنرمندان، نویسندگان، طبیبان و آدمان با نفوذ تاجیک را از کتاب‌های کهنه و از مزارهای آنها دریافت کرده، آنها را به ما شناس کرد. از قهرمانان خلق تاجیک استاد عینی درباره کی کتاب نوشتند؟ من میتوانم از این قهرمانان 2 نفرشون رو گویم، نامهایشون رو گویم. یکی از اینها تیمور ملیک بود و دومینش مقنع بود. نام این کتاب ها قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک و اسیان مقنع است. بچه های عزیز، ما حاضر 2 شعر بسیار مشهور استاد بازار صابر رو خواندیم و در سری بعضی مصرع های آن اندیشه هایمون رو بیان کردیم. اگر یکون سوال باشد وابسته به همین 2 شعر یا عموما درباره وابسته به استاد بازار صابر مرحمت پرسید. یعنی در اینجا به فکر من بیان کرده شده است که مردمان در آن زمان از دین پیرو دین بودند، اما از طب و علم بخبر بودند. به فکر من معنای این همین است. خب این هم قبول کرده می شود. استاد بازار صابر اصلا برای جوانان و از سن سال از جوان ها بالاتر، تقریبا از 15-16 ساله بعد تا 100 ساله ها شعر نوشتند. لیکن چند شعری که هم دارند به قول خود استاد بازار صابر، چند شعری که هم دارند برای نبیره هایشون و البته برای کودکان و در شکلی این شعرها در شکلی 2 کتابچه هم چاپ شده اند. یکی خوشه از هر گوشه برای انوشه،
یکی چند شیرک برای اردشیرک و یکی چند شیرک برای اردشیرک. هر دو هم نبیره های استاد بازرگ صابر است. اکنون من میخوام اگر این کتاب ها در دست از بس که این کتاب ها در دست شما بود و حتی یکی را ما میتوانیم به تماشابینان نشان دهیم. یک کتاب است که تقریبا 10-12 شعر بچگانی استاد بازرگ صابر چاپ شده است و یگان نفر اگر از همین شعرها از یاد داند مرحمت خواند و در همین شعر چی عجایب دید و کدام مصرع های همین شعر به او پسند آمد و چرا از یاد کرد، کدام کلمه یا عباره ها در همین شعر در خاطر وی سخت نقش است. مجنون بیدی لبی جو فواره می نماید، شاخ و برگش تازانو بی پایه می نماید. فهمیدی شاعر چی میگوید در همین شعر؟ درخت مجنون بید یک نوع درختی به نهایت زیبایی می باشد که شاخه هایش به پایان مثل کاکل خم زده است. به نهایت درختی زیبا می باشد. شاعر این درخت را به مثل فواره تصویر کرده است. درست است. اگر شما در کوچه های دوشنبه قدم زنید به درخت مجنون بید نظر اندازید، یک درخت است که کاکلانش به زمین، کاکلانی سبز به زمین خم زده است کاکلانش و فواره هم از یک جا مثل تنی درخت بالا می شود، بعد آب به هر طرف خیلی می ریزد. یعنی به شاعر به نبیرش میگوید که دیدی همین فواره را به درخت مجنون بید مانند است. شعر دیگر اکواریوم. در شیشه ای آب، ماهیچه ای زرد، ماهیچه ای سرخ، سفید و سیاه، گلهای دریا، گلدسته ای ما. کدام مصرع همین شعر به تو بسیار خوش آمد؟ هنگامه برای این گلدسته ما گفتند که وقتی که ماهیچه ها رنگ سفید و سرخ دارند و گل ها مانندند، چطوره که ما میدانیم رنگ گل ها هم سرخ و سفید می شوند و گل ها مانند دارند. در این شعر شاعر بسیار به تشبیه به سند تشبیه رو آورده است که ماهیچه های رنگ و رنگ را به دسته گل مانند کرده است. یعنی وقتی ما یک چند گل رو میگیریم حفظه میکنیم گل دسته میشود، آنها هر رنگه میباشند و از همین سبب شاعر ماهیچه های رنگ را به گل دسته ما مانند کرده است. همین اکواریوم را شاعر گل دسته گفته است. در درون همین بینید گل ها هستند و این گل دسته است. این اکواریوم نیست. به خاطر که وای در خانه کسی گوینده نشسته است، همون قفس ها اکواریوم، گل های دریا در داخل قفس ها در خانه اینا بودند، بعد گل دسته شده است. گل دسته ما، گل های دریا، گل دسته ما. فهمیدید؟ آفرین. استاد بازرگ صابر یک تا چیستان گفتند و در همین کتاب است که از یاد میداند. جنبد اگر هست، ایستد اگر نیست، بود و نبودش جنبیدن و ایست چیست؟ با فکر من جواب این چیستان شمال است. درست است. جواب این چیستان شمال است. چیستان نوشتن بسیار کاری دشوار است. هر کس نمیتواند که چیستان روان خوشروی زیبای خاطرمان نویسد. استاد بازرگ صابر یک چیستان نوشتند و چیستانی واقعا خوشرو هستند. باز یک دو شعر دیگر از شعرهای بچگانه برای نبیره‌شان گفته استاد بازرگ صابر میخوانیم. بعد از این با یک شعر بسیار مشهوری دیگری استاد رو میاریم که در آخر نامش رو اعلام میکنیم. مرحمت. گردنی باد میخورید، خوریدنش میفورید، گردنه اش که خورید، بر درختان که مالید، درختان را جنبانید. استاد بازرگ صابر گفتن که گردنی باد میخورید. بازرگ صابر با شعر ما بعضی کلمه عباره ها را در آوردند که در شعر یکم کسی دیگر دیده نمیشد. یا من فکر میکنم که بعضی شاعران ما حتی از گفتنش شرم داشتند. مثلا چپاتی، کرتی چکن، خالتی چکه، کلابی مامایم. و در اینجا گردنی باد میخوریدم. یک بسیار چیزی
عجایب است. مثلا یگان کس اگر حکایه نوشتن خواهد یا افسانه نوشتن خواهد میگوید که باد گردنش را به شاخه های درخت مالیده ناله گرگانه میکشید و گذشته میرفت. اون وقت بسیار خوشرو میشود، زبان را همین خیلی خوشرو میکنن. تا چرخبال ما ورتلیات میگفتیم. وقتی که چرخبال آمد دیگر از گفتن ورتلیات خودداری کردیم. باز یک شعری که دیگر از استاد بزرگ صابر سایه. مرحمه رخت تخت در زیر هر درخت بسیار هم که باشد تشویش از این نباشد سایه که باز می شود جمع و دراز می شود. اصلا درخت به زیر خودش کرپشه پرتافته است از سایه و مرحمت آمده شنید. اکنون همین من با شما یک سوال تیم. شما همین گوید که شاعر گفته استاده است که هر قدر که شما بسیار باشید برای شما جای میرسد در اون کرپچه. چی میخواه بگد؟ یعنی وقتی بگاه نصف روزی می شود آفتاب به جول می درآید و به درختان می رسد و در این وقت آفتاب به دیگر طرف می گذارد سایه هم به دیگر طرف می رود و معنای این همین است که جمع و دراز می شود و بسیار هم که باشیم تشویش از این نباشه یعنی ما در تگ سایه جو می شویم. آفرین. اکنون باز یک شعر می خوانیم که این هم بسیار شعری مشهور است در وصف تاجیکستان ما، در وصف تاجیکستان نورانی ما، آفتابی ما، در وصف تاجیکستانی که درهایش زیبا منظرن آبشار است، در وصف تابستانی که 4 فصل سال دارد، در یک طرفش تابستان در یک طرفش زمستان. بزرگ صابر شعر نوشتند. اکنون بیاید اعتبار دهیم که شاعر چی گفته است، تاجیکستان خود را چه خیلی تصویر کرده است. برای اون که هر کس شعر میگوید که ناتکرار. در وصف تاجیکستان صدها شاعران ما شعر گفتند لیکن نه هر شعر در خاطر میماند. مرحمت. تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم، پای خود را ره به ره افشانده رفتم از زمینت، سرزمینی کم زمینم گرد خاک کم نکردم، هر کجای آب خوردم قطره خوردم اگر، من گرفتم قطره در چشم تا به دریایت فشانم، آب دریایت شود یک قطره بسیار. آفرین. پا به هر خاک نهادم گردی خاکی را گرفتم در سری مژگان، تا به صحرایت فشانم خاک صحرایت شود یک ذره بسیار، هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش چون بر سری فرزند خویش، با نوازش گفتم این را از بدخشان کنده اند، طفل شیرخواری مرا از بند پیستان کنده اند. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو، از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است. شاعر گفته است که من هر کجای رفتم همین دامنی هم کرتم را افشانده رفتم که خاک تو را گرفته و بیرون نبرم، یا از هر کجا که آمدم در چشمم آب گرفته آمدم که به دریای تو افکنم و این دریا یک قطره باشد هم زیاد شود. نخواد که همین گرد دامن ما که خاک تاجیکستان چسبیده است اگر همین رو گیریم و به طیاره سوار شده فرض کردیم به یگان کشور رویم، تاجیکستان و خاکش کم می شود. هر ساعت از کیهان بر روی زمین خاک می ریزد، بعضا چند تانه اگر حساب کنید. و خاک زمین سال به سال
زیاد شده ایستاده است. زمین وزنین‌تر می شود. لیکن شاعر چرا در نظر دارد کدام خاک را؟ مرحمت. در این مصرع گفتنی است که وقتی که انسان به سفر می رود دست خالی می رود و وقتی که می آید دست پر می آید. یعنی وای گفتنی است که وقتی که من به سفر رفتم از اینجا نمیخوام که اگه چیز برم، ولی وای در اونجا بود و در چشمش گفت که من قطره آب آوردم. یعنی که وای یک چیزی رو از همون سفری که کرده است از همونجا آورده به شهر خودش، یعنی که همون چیزی که هست زیاد شود. بازار صابر وقتی که به دیگر شهرها و مملکت‌ها سفر کرده است و وی در آنجا میگوید که من شاعری تاجیکم و در با زبان تاجیکی خودم بسیار شعرهای نوشتم. شاعر در اینجا دادی سخن را داده است. وی اولا وطن دوستی خود را اثبات نموده است و هر ذره خاک وطن برای او مقدس است. عزیز است، مقدس است و نمیخواهد که تاجیکستان یک ذره هم کم شود، زیاد شود و کم نشود. وقتی که استاد بازار صابر به سفر می رفتند نخواستند که در سفر وطن خودمانیان تاجیکستان را از خاکش معرفی نمایند. آنها وقتی که به سفر رفتند وطن عزیزمان تاجیکستان را با شعرهایش معرفی نمودند. چخیلی که شاعران شعرهای زیبا نوشتند درباره وطنمان، درباره تاجیکستان با شعرها معرفی نمودند و باز شاعر توانستند که زیبایی های وطنمان را در دیگر شهرها یا دولت‌ها معرفی نمایند. نخواستند که با خاک وطنمان رو معرفی نمایند، وطنمان رو با شعرهای زیبایش و سخنهایش با همه زیبایی‌هایش معرفی نمودند. موردین بچه‌ها شعر می‌خواندند و معنی بعضی مصرع‌ها رو شرح می‌دادند. من مشاهده کردم که شما با علامت تصدیق راضی سر می‌جنباندید. میخواهم که همین اونچه بچه‌ها وابسته به شعر تاجیکستان گفتن جمع بست کنید. اندیشه هاشون بسیار اندیشه های جالب بود. یعنی اینا از ماهیت شعر واقفاً خواندن و درک میکنن که یعنی مقصد شاعر در اینجا چه است. و شما ببینید وقتی میگه که تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو، همین رفتن از آغوش تاجیکستان خودش آغوش رفتن از آغوش همون محبت مادر است. یعنی این که وقتی که از تاجیکستان بیرون میشود یعنی از آغوش مادر بیرون شد، از آغوش عزیزانش بیرون شد و پس مسئله چی میشه؟ مسئله غریبی، غربت. خب دیگه تصویری که اومده است هر کجا راه به راه دامنم رو تکیدم تا گردی خاک تو رو کم نکنم. اینا دیدی بلندی شاعرانگی خودی استاد بازار صابرن. یعنی او با همه هنری بلند شاعری خود وگرنه با تکیدن دامن یا در لب دامان بردن یک ذره خاک تاجیکستان با این خاک تاجیکستان کم نمیشه. یعنی همین دید است، دیدی بلندی بدیعی شاعر است و با این معنی میخواه بگوید که من مثال تاجیکستانم اینقدر دوست میدارم، اینقدر برای من تاجیکستان عزیز است که هر یک ذره خاکش، هر یک خس خاشاکش برای من عزیز است و این را با کسی دیگر دادن نمیخوام. و حتی وقتی که رفته از لب دریای بیگانه آب میخورد حالت یک غریب تصور کنید که وقتی وای در وطن خودش نیست حتما با یاد وطنش پیچتاب میخورد، گریه میکند، وطنش یاد میکند، حس میکند، احساس میکند و در لب یک دریای بیگانه که آب نوشیده استاده است در برابر این با یادش چی میرسد؟ دریاهای وطنی عزیزش، چشمه‌های تاجیکستان عزیزش میرسد که یعنی ما از این آب خوردم ولی گریستم که چرا این آبی وطنی من نیست. برای همین از اون قطره که خوردم قطره در اشک من آمد با این معنی که دریای تو باز هم بسیارتر شود، قطره آب تو زیادتر شود. شما یک چیز دیگر را به اینا باید بگیره وقتی که شاعر میخواهد برود و دامنش را تکانده میرود تا گرد خاکش کم نشود. یک نوع اشاره به زمینی کوهستان بودن تاجیکستان است که پیشتر مثال اینا استاد لایق یک شعر دارن و برعکس این شعر میگوید که
هر کجایی که من سفر میکردم ذره خاک رو با خود میگیرم تا یک آیین است، یک عنعنه در ما هست که وقتی آدم به غربت میرود باید یک کف خاک خودش همراهش داشته باشد. یگان تصادفی که میشود و در اونجا مثال با یگان حادثه گرفتار میشود و به مرگ روبرو میشود، اما کف خاک نشانه از وطنداری و است که یعنی با خاکش و با خاک وطنش. استاد لایق شعرعلی نیست، همین خیلی یک شعر دارد که هر کجای من سفر کردم ذره خاک تو رو گرفته با خود بردم تا که تو با من باشی. ولی بعد این شعر استاد بازار صابر یک نوع جواب به شعر استاد لایق است که اینا یک بازی های سخن بازی های شاعرانه هستند، وگرنه با یک ذره خاک که در لب دامانش میبره خاک تاجیکستان کم نمیشود. خب با این واسطه شاعر مهر و محبتش به وطنش به زادگاهش ثابت میکند. ببینید وقتی درباره کوهستان بودن تاجیکستان گفتیم، وقتی که وای اینقدر دلبستگی، اینقدر شوق و رغبتی که با کوهستان تاجیکستان داره، میگه حتی وقتی که ما در غربت میگه هر کجایی که یک سنگ دیدم سرش سیله کردم و گفتم که این حتما سنگ تاجیکستان است. برای چی؟ برای که تاجیکستان ما کوهستان است و این سنگ را و این طفلی هست که از بند پیستان جدا کرده است، از بند پیستان بدخشان. این از نشانه اشاره به کوهستان بودن تاجیکستان ما. آفرین، بسیار نزدیک خوب فهمیدید شعر. آفرین. و همه تمام ایجادات استاد بازار صابر در همه 5-6 مصرعی همه شعر تاجیکستان گویا جنبست شده است. ما هم محفل امروزی بهتر از دوست را با همه شعر استاد بازار صابر جنبست میکنیم. با شما، با استادان شما که آموزاندند و یاد دادن، با شما ایجادات استاد بازار صابر را، شعرهای بازار صابر را تشکر میگوییم. و امشب روز مردم ما 80 سالگی شاعر را جشن میگیرد. این محفل ما هم یاد آوردن شاعر بزرگ ملت است. با محیدالدین صبوری هم که مدیر شعبه نقد بدیعی اتفاق نویسندگان تاجیکستان باشند، برای تشریفشان تشکر میگوییم و بسیار مصلحت‌های خوب دادن، بسیار تفسیرهای خاطرمان کردن. ما خوشنود هستیم و میخواهم که بار دیگر نیلوفر همه مصرع‌های آخرین شعر تاجیکستان را قرائت کند و ما با همین مصرع‌ها به محفلمان حسنی انجام میبخشیم. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است.